انسان وقتی غایت داره، غایتش چیزی که از خودش بالاتره. همیشه هم غایتی چیزی که بالاتر از اون ذوالغایه است در واقع. همیشه انسان به یه غایتی میخواد برسه که اون از خودش بالاتر میدونه. اما حالا اینجا بحث اینه که خود خداوند اگر غایت داره فعلش و می آفریند، غرضش چیه؟ یک بحث بسیار مهمی، اجازه بده همین بحثو باز کنیم. خیلی خوبه. که آیا خداوند غرضش از آفرینش چه بوده؟ اشاعره ما که نتونستن این مسئله رو حل کنن متاسفانه، اصلا رسما گفتن افعال الله لا یعلل بالاغراض. خداوند در فعل خودش هیچ غرضی نداشته، فقط آفریده. اما حکما میگن اگر چنانچه غرض نداشت، این فعل عبث بود و فعل عبث شایسته فعل حکیم نیست و یکی از صفات بارز خداوند حکیم بودن خداونده و فعل حکیم همواره معلول غرضی هست و خداوند غرض و غایتی داشته. حالا سوال اینه که غرض چیه؟ غرض یک استکمال کسی که غرض داره